Okay, now let's get started lesson 1. خب الان می‌خوایم درس یکم رو شروع کنیم. خب برای اینکه درس یک رو شروع کنی بچه اول کلاس که وارد میشی اول ریویو از درس قبلی داشته باش، یعنی از چیا؟ یعنی از روزهای هفته، رنگ ها، hello how are you, what's your name, how old are you، اینا رو و اعداد رو اینا رو مرور داشته باش به صورت بازی. خب الان من یه بازی معرفی میکنم برای اینکه اعداد و روزهای هفته و دیگه اینو براشون مرور بشه دیگه. در اصلیش اینا بوده و رنگ ها. اولین بازی که سر کلاس اول میکنی که هم وارماپته، هم داری ریویو میکنی درس قبلی رو و حتی میتونی درس جدید رو هم توی این بازی بگنجونی. ولی خب حالا ما بیشتر باز رو میگیم که ریویو باش انجام بدی. گیمی که برای ریویو انجام میدی قبل اینکه درس یک رو شروع کنی، بچه ها اولش مشخص کنید، بگید که اگه من بگم، اگه نامبر ها رو بگم، اگه اعداد رو بگم، کلپ باید دست بزنید. اگه روزهای هفته رو بگم باید جامپ بپرن. اگه رنگ ها رو بگم باید ترن اراوند بچرخن. اوکی، پس این سه حالت رو انجام میدی که هر سه تا موضوع رو یک جا تمرین کرده باشی و بازیش رو انجام داده باشی. مثلا شما میگی 5 چون نامبره و تکرار میکنم 5 کلپ. گرین رنگا چی بود؟ ترن اراوند بود. ترن اراوند میچرخن و میگن green it's green. سعی کنید با جمله بگن. و اونه که چی بود؟ Friday jump میپرن و میگن Friday میپرن. پس وقتی که این گیم رو برای ریویو انجام بدی در واقع همه موضوع رو کار کردی و تازه وارماپ هم بوده و خیلی اوکی میشه براشون. اوکی، این بازی برای ریویو. حالا میریم درس یک رو شروع کنیم. lesson 1 what's this رو اول لوازم مدرسه شون هستش دیگه کتابشون. what's this از چیزای واقعی که دارن استفاده کنید بچه. توی کلاسشون اریسر هست، پنسل هست، نوتبوک هست. این لوازم همیشه همراهشون هست و همشون دارن. این لوازم همیشه همراهشون هست و همشون دارن. اوکیه. حالا دونه دونه اول از همه مثلا میخوای اریسر یاد بدیم، میری بهش میگی what's this مثلا eraser. what's this it's an eraser or it's a rubber. بچه توی کتابشون حالا یا eraser نوشته یا rubber. امریکن بریتیشه ها، فکر میکنم امریکن ها رابر نوشتن، eraser نوشتن، بریتیش رابر. حالا فرق نمیکنه، مهمه که جفتش میشه پاک کن. حالا از چیزای واقعی که دارن پس نشون میدی. اول خودتون میگید what's this it's an eraser و اون یا it's a rubber و اون رو میذارید یک طرف کلاس. اوکی، و میبرم یک چیز و اون رو تکرار میکنن. میری بعدی what's this it's a notebook. what's this اونم it's a notebook. تکرار. کتاب باز نکردی یا حواست هست کتاب باز نمیکنی. اول what's this دونه دونه از کلماتی که قرار یاد بدی. مثلا what's this it's a book اول بهشون توی لوازمشون هست نشون میدی و هر کدوم از اینا رو یه قسمتی از کلاس میذاری. بعد دونه دونه استنداپ بلندشون میکنیم. come here میان وسط کلاس یکی یکی میگی که find یا show me رو میدونن. show me book باید توی کلاس تو اینا رو پخش کردی بدو سمت book و بگه. بعد شما اونجا میگی what's this اون میگه it's a book. بعد میگی show me rubber میدو سمت rubber. what's this و اون میگه it's a rubber. دقیقا چیزی که شما نشون دادید و قسمت های از کلاس گذاشتید باید بره سمتشون. مثلا یه رابر دیگه نباشه دیگه، همونایی که شما گذاشتید باشه بهتره. اینطوری دونه دونه بچه ها رو میاری و سمت اون وسیله رو رفتن و تکرار کردن. شاید کامل یاد نگرفته باشن، مطمئن باش از این مثلا 5 تا دیگه 3-4 تاش رو خیلی خوب یاد میگیرن. خب این کاری که انجام دادی
دیگه وارماپ رو انجام دادی، بچه ها رو آماده کردی، حالا میتونی بگی open your book. کتابشون رو که باز کردن، لیسنینگش رو میذاری تکرار کنن، نشون بدن و بعدش میریم سراغ مکالمه. بچه این کانورسیشن ها رو سعی کنید گفتم عملی انجام بدید که هم بیشتر تاثیرگذار باشه و اینکه بگید حفظشون بکنن که باز بیشتر یادشون بمونه و روی اسپیکینگشون تاثیر داشته باشه. و جستس فامیلی 1 مثلا کامنتش آسونه، فامیلی 2 هم میشه، ولی دیگه فامیلی 3 و 4 و اینا نمیتونن حفظ کنن و اصلا سنشون بزرگتر میشه دیگه، خیلی کارهای دیگه باید انجام بدید. خب این از این. اومدی کانورسیشن رو حالا میخوای بذاری دوباره اول اون ویدیویی که برات ارسال کردم واسه همین کتاب هست رو پلی میکنی، بچه ها نگاه میکنن استوری رو کانورسیشن رو و بعدش میگی خب حالا میخوایم نمایشش رو اجرا کنیم، یا اینکه دوباره کتاب رو که میخونن بهشون شخصیت بدید بخونن و اینجا بهشون بگید بچه صداهاتون رو تغییر بدید، صداتو شبیه تیم کن، صداتو شبیه روزی کن، صداتو شبیه بیلی بکن، صداتو رو تغییر بده، اینطوری براشون جذابتر میشه. و بعد دوباره که خوندن شخصیت بهشون دادید، بعد میتونید بیارید دوباره وسط کلاس پای بورد که چند مکالمه رو روی کتاب بخونن و انجام بدن. و یه چیزی اگر گفتید مکالمه مثلا استارتر رو حفظ کردن، جلسه بعد که اومدن براتون بگن، میتونید دو تا یا سه تا بیارید که مکالمه رو موقع حفظی انجام میدن، چون همشون حفظ کردن، هر کی جمله خودش میدونه چیه، مثلا شما تیم باشون جملات تیم رو میدونه چیه دیگه، و اینطوری به صورت حفظی هم میتونید انجام بدید و خیلی خوبه اگه بگید حفظ کنن و باز بستگی به شاگرداتون داره. حالا این هم اینطوری انجام میدن، از روی کتاب میخونن نوشتنش رو، خوندنش رو و این استوری کانورسیشن رو انجام میدن به صورت اکت. اوکی، این از این صفحه انجام دادید. Let's go to next page. صفحه بعد گرامره what's this رو داره میگه و it is، که اگه بچه‌تون سنش خیلی کم بود لازم نیست بچه‌ها بهشون بگید که خب بچه it مثلا subject is to be verb، اصلا به این صورت نباشه ها، نخواهید ساخته اینستراکچر بدید، نه اصلا، فقط what's this رو شما یاد دادی و اونا هم یاد گرفتن که بگن it's تمام، همین ریز نخوا واردش بشی. what's this it's a what's this it's a، به همین سادگی. حالا یه بازی میگم برای این گرامر که انجام بدید. چی کار میکنی؟ از یا میتونی از شیءهای واقعی استفاده کنی که دارن، یا از فلش کارتاشون، یا از نقاشی اینایی که کشیدین دارین، یا همین شیء واقعی که دارن هم اوکی هستش. بازی برای این گرامر بچه ها رو دونه دونه میارید پای بورد و میگید یکی از این لوازمی که یاد گرفتن رو پای بورد نقاشیش رو بکشن و یه طوری بکشن که مثلا آروما کامل نکشنش، مثلا خواهد رابر بکشه خیلی آروم شروع کنه بکشن تا بچه ها حدس بزنن که اون چیه. همینجوری که آروم داره میکشه و بعد خود اون شاگردی که داره میکشه باید بگه what's this، جمله what's this رو تکرار کنه و بچه ها باید حدس بزنن که این چی داره میکشه، تا تکمیل نشده بچه ها باید بگن. بعد اون رو مثلا میگه it's a robber، ببینیم کی میتونه بگه، کی میتونه زودتر حدس بزنه به این صورت. بعد نفر بعدی میاد یه چیز دیگه میکشه از این لوازم مدرسه، هر کس یه چیزی میکشه ولی به صورت آروم و نصفه تا بقیه حدس بزنن که اون چیه. what's this it's a. اینجا دیگه گرامر what's this و it's a رو کامل براشون جا انداخته، خیال تخت این کار رو انجام بدید. دیگه پایینش لیسنینگ تمرین انجام میدن، شکلش هست what's this، اونا میگن it's a و بنویسن، نوشتن it's a رو حواستون باشه که درست بنویسن، اون کاما فراموش نشه. و این پایینش باید از بچه ها بپرسیم what's this، اونا بگن it's a pencil، what's this it's a ruler. به این صورت. next page بچه این صفحه دوباره یه سری ورد یاد میگیرن از school things، ولی خب اینجا اینم بگم بچه هاتون بهشون دیکتیشن بگید، سعی کنید حالا به روش های متفاوت
که املای کلمات رو دیگه بنویسن دیگه، ازشون بخواید حتما. خب برای این صفحه، برای ورداش کاری که میکنی اینجا بیا بازی اسپل رو انجام بده، اسپل بازی. من این کار رو برای انجام میدم برای فامیلیام و خیلی دوست داشتم و میگفتن هر جلسه تا به کلمه میرسیدیم که درس بدم گفتن تیچر بازی گیم اسپل خیلی خوششون اومده بود. من شاگرد شما شاید خوششون بیاد. میایید کلمات رو، اسم بچه ها رو پای بورد مینویسید هر چند نفر که هستن و براشون تایم میگیرید توی گوشیتون، توی کامپیوترتون. میگید که هر کسی بتونه باید کلمه رو بخونه، بگ BAG بخونه، بعد اسپلش کنه، فولدر FOLDER به این صورت. پس میگید که بعد زمان میگیرید هر کسی بتونه زودتر تمام این 5-6 تا کلمه رو بخونه اسپلش بکنه، ثانیه میگیرید. مثلا یکی 50 ثانیه میشه، بعد جلوسش نویسید 50، یعنی 50 ثانیه خونده، نفر بعدی میخونه همینجوری و کسی که کمترین زمان بخونه و اسپل کرده باشه وینره. اینجا به کمترین ثانیه مثلا نمره مثبت میدید، مثلا یه استیکر بهش میدید، هرچی تشویقشون کنید. یه نمره مثبت میدید، یه استیکر میدید، اینجوری تشویقشون بکنید. اوکی. پس این برای بازی اسپل رو بکنید که هم روی دیکتهشون تاثیر داره، بیشتر اوکی تر میشن واسه دیکتیشن و اینکه کلمه رو بهتر یاد میگم. توی این سانگشون اوپن د بوک و کلوز د بوک رو هم دارن، این رو هم همینجا باید بهشون یاد بدید، ولی با اکت، با عمل کرد انجام دادن و اینا. به همین به صورت واقعی بهشون میگید که open the book close the book open the book close the book. این رو به صورت واقعی بهشون هی بگید انجام بدن، open close بعد برعکسش کنید. خب حالا هر برعکسش رو انجام بدید. open که میگم باید close کنید، close که میگم باید openش بکنید. اینو برعکس ازشون بخواید و اینجوری اوپن و کلوز براشون جا میفته. حتی جلسات بعدی که مثلا میخوای ریویو کنی، وارم اپ کلاسی داشته باشی اول کلاس، میتونی حتی از این بازی هم استفاده کنی، اوپن و کلوز رو برعکس انجام بدن، استند اپ سیت داون برعکس انجام بدن یا حتی بدون برعکس. صفحه بعد لدراز ABCD، این 4 تا لدر رو گفته. ولی خب بچه‌ها لدرها رو بلدن اینجا، چون کسی که توی فامیلی وان میشینه مسلما حروفا رو باید بلد باشه تا بتونه تو فامیلی وان بشینه، وگرنه غیر از این باشه باید فامیلی استارتر یا فرست ها باشه. پس دیگه اینجا لدرها رو بلدن، لازم نیستش که تمرکز رو بذاری روی لدرها چون یاد گرفتن قبلا. الان تمرکز روی کلمات، حالا توی اسپل کردنه که حالا اگه لدرها رو باز مشکل دارن توی اسپل کردن رفت بشه و بتونن کلمه رو بخونن لدرش رو تشخیص بدن. پس یعنی لدرها رو قبلا یاد گرفتن، فقط اینجا شما داری مرور میکنی برای اینکه قوی تر بشن اگر مشکل دارن توی خوندن و اینا که مسلما دارن. برای همین تمرکز روی لدرها نداری. A فقط بهشون میگی capital A, small a, the name is A, the sound is A. such as apple. ازشون بپرس such as دیگه شاید بلد باشن، alligator, ant. و برو سراغ B, C, D، ازشون such as بخوا. فکر کنم فقط مال خودی کتاب نباشه و بپرسید خب B چی بلدن، C چی بلدن، D چی بلدن، اینجوری ازشون بخواید حتما. و بعد اینکه ساچ از برای هر کدوم ساچ از گفتم و پای بورد هم بنویسیدشون جدا و ساچ ازایی که میگن رو شما زیرا لدرها بنویسید. یه بازی برای این صفحه هم بگم انجام بدید که هم برای کلمات جا براشون بیفته، هم لدرها بیشتر اوکی بشن، ولی بلدن هم ببین دارم میگم. یه کاری کنید بچه، پای بورد کپیتال اسم این A تا D رو بنویسید به ترتیب بالا و فلش کارت اینا رو هم دارید. فلش کارت این کلماتی که تا الان یاد دادی و داری، اگر نداری نقاشیشون رو داشته باش. ببین چقدر دارم میگم تیچر، اینا رو داشته باش. مثلا اونا که پای بورد نوشتی پشت فلش کارت ها، حالا اگه آهن ربا داری با آهن ربا پای بورد بچسبید، اگه نه پشت فلش کارت یه چسب شیشه کوچولو هم بزنی که پشتشون یه چسب کوچولو باشه که فقط به بورد بچسبه، اوکیه. چیکار میکنی؟ میتونی به صورت گروهی این بازی رو انجام بدی یا تکی. به شاگردت میگه خب بیان پای بورد، مثلا زمان میگیری، اگه تکی باشه مثلا میگه خب زمان میگیرم، شما باید این فلش کارت ها رو مثلا هر
کلمه‌ای که توی این فلش کارت ها هست و با A شروع میشه start with A باید زیر A بیاد سریع بچسبونه. حالا این گروهی باشه مثلا 2 به 2 بیان اوکی تره که با هم همکاری داشته باشن. بعد خب بعدش مثلا A مثلا B رو که میگی بگ هست توی کلمات قبلی که خوندن. دیگه چی توی اعدادم میتونه باشه، توی رنگا بلو مثلا هر چیزی که یاد گرفتن رو بذارید توی فلش کارت ها. و مثلا سی چه مثال چیزایی توی فلش کارت هست که اولش با سی شروع بشه بذارم، کدومش با دی شروع میشه، اینجوری هم کلمه براشون تکرار میشه، هم لدر اوکی تر میشه و همین. و اینم بگم بچه‌ها برای اینا اگر تصویر نباشه میشم تصویر باشه هم نباشه منظورمه. مثلا اگه نقاشی بگ و فلش کارت یا نقاشیش نبود که گفتم ولی اینا رو داشته باشید، نوشتهش رو مثلا روی تیکه کاغذایی نوشته این کلمات رو داشته باشید که مثلا بگ نوشته باشه، بعد خب start with B بعد پیدا میکنه کدومش با B شروع میشه و زیر کپیتال B اسمال B که اون بالا نوشته میچسبونه میتونه. پس بهتره که نوشته کلمه باشه تا شکلش، که شکل نوشتاریش هم توی ذهنش بمونه و بهتر یاد بگیره. اوکی، پس بهتر شکل نوشتاریش باشه که زیر اینو بچسبونه و تکرار کنه. حالا مثلا میتونی سخت‌ترش کنی که باید اسپلش هم بکنه، اینطوری میگم پیچیده ترش کنی براشون سخت بشه و هرچند سرچ سخت‌تر میشه بیشتر دوست دارم بچه‌ها. اینم از بازی این صفحه. بعدش دیگه لیسنینگش رو میذاری، پلی میشه، کلماتش رو تمرین کردی، نوشته‌هاش رو با این بازی تمرین کردی، بعد سانگر رو میذارید میخونن و دیگه میتونید بچه‌ها وقتایی هم بگید تکی بخونن، مثلا شما تکی این پاراگراف رو بخون، شما یه چند نفر اگه تعداد بچه‌هاتون زیاده یه چند نفرشون بگید که حالا بخونن، اگه تعدادشون کمه همشون هستن از روی این تیکه بخونن که روی خوندنشون هم تمرین بکنید دیگه، ریدینگشون هم تقویت میشه. پایینش هم که دوباره لیسنینگ رو میذارید، باید مچ بکنن لدرها رو و برسن به آخرش. وقتی اون رو مچ میکنن حتما اگر دیدید که مثلا جا میمونن اولش پاس کنید، مثلا میگه A apple B bird، اگر تو میگفت پاس کنید که بچه ها تکرار کنن، B bird C cat تکرار کنن، یا اینکه یک سره بذارید بچه ها وصل کنن. ولی خب پاس کنید درسای اوله پاس کنید که اونو تکرار کنن، بعد دیگه درسای آخر خودشون تون وصل میکنن، حرفه‌ای میشن. خب متن پایینش بچه‌ها گفته که سرکل بکشی هر جا که A B C D هست at the start of the word، فکر کنم اول کلمه باشه. خب برای اینجا میگهشون میگید پیدا میکنن، سرکل میکشن اول، بعد اینکه سرکل کشیدن از روش بخونن. یه دونه میتونید شما خودتون بخونید، بچه‌ها بعد شما تکرار کنن، بعد به بچه‌ها بگید دونه دونه از روش بخونن و متن رو که سرکل کشیدن بعد میتونید بگید که بخونن دونه دونه، مثلا هر کسی یه خط بخونه، یه خط شما بخون، یه خط اون، یه خط تو، همش یه نفر نخونه خسته بشه یا بقیه کلاس حوصله‌شون سر بره، برای که یکی باشه. یا حتی یه روش واسه خوندن اینا بگم بچه‌ها، مثلا باید همه حواسشون باشه هر کسی یک کلمه میخونه. نفر اول مثلا میگه د، نفر دوم کت، نفر سوم لایکس، نفر چهارم چی بود؟ The cat likes birds. اینطوری نفر بعدی باید اگه حواسش نباشه کجا بود لوزر میسوزه. بعد این حرکت رو انجام بدید واسه متن کوتاه، هم جذاب میشه، هم حواسشون به متن جمع میشه که کجاست و چی دارن میخونن، و هم ریدینگشون. پس این کار رو برای این قسمت کوتاه انجام بدید که شد هر کسی که مثلا اشتباه میگه یا کلمه رو اشتباه میگه، نه مثلا جا میمونه حواسش نیست که کجاست، اون دیگه میبازه، نفر بعدی باید کلمه رو بگه. همینطوری تا متن تموم که وقتی که متن تموم میشه ببینیم که چند نفر برنده میشن و باقی میمونن، چند نفر میسوزن از این متن. اوکی، اینم از این صفحه. Let's go to next page. برای صفحه بعد is word skills time. word skills time sorry skills time هم همون ریدینگ میشه که بچه ها باید بخونن، لیسنینگش رو بذارید گوش بدن، ولی خب این که تک بگیم بخونن نمیشه، کمی خسته کننده میشه براشون.
بر همین یک کار دیگه انجام بدیم که حالا هر کسی یک شماره رو بخونه، نامبر 1 بخونه، نامبر 2، نامبر 3. ولی من یه روش بگم برای این صفحه که انجام بدی این ریدینگ برای بچه‌ها خسته کننده نباشه، همین که یادش بگیرم. بچه‌ها اینجا میبینید ریدینگاش نامبر داره. یه جمله نامبر 1، بعدی نامبر 2، نامبر 3، نامبر 4 شماره داره. دوباره از چه استفاده میکنی؟ از اون دایسه، گوشش دایسه، اون دایسه رو که داشتیم گمش کردم، اون دایسه رو به بچه ها میدیم، میندازن و مثلا دایسه رو بچه ها میندازن مثلا نامبر 5 باید اون شخص نامبر 5 رو بخونه. میندازه نامبر 3 باید اون شخص نفر بعدی نامبر 3 رو بخونه. اگر عدد تکراری افتاد اشکال نداره، اون شخص هم همون عدد رو میخونه. اوکی؟ پس اینجوری این صفحه رو با دایس پیش بریم که هم دقیقا 6 تا نامبر هم داره. بعد دیگه حتی اگه تکراری هم افتاد اشکال نداره، اون شاگردم باید همون جمله رو بخونه. بعد که دیدید که همه یه دور رفتن، اگه تعداد شاگردتون کم بود ممکنه هر کی 2 دور بره، 3 دور بره، ولی تا وقتی برید که مثلا دیگه 6 تا شماره 1-2 بار تکرار شده باشه هر جمله. بعد اینجوری دیگه جملات رو هم خوندن، هم بازی کردن، هم که فینیش شد، شما درست رو دادی با این روش. و این صفحه هم به صورت تمام میشه. یه تمرین اون پایین داره که بچه بعد لیسنینگش هم بدید گوش بدن و حتما اون تمرین پایین رو بچه باید تیک بزنن، اون چیزایی رو که اون شخص داشته توی بگش رو تیک بزنن، چیزایی رو که داشته رو. بعد تمرین پایین رو بچه باید تیک یا کراس بزنن، اون اسکول things، اون وسایلی که بچه ها اون شخصی بگش داشته باید تیک بزنن، اگه داشته تیک، اگه نداشته کراس، با توجه به اون متنی که خوندن. اینو از خود بچه ها بخواید که بگن، بچه شما نگید جوابش رو. و این صفحه تموم میشه به این صورت. next page صفحه بعد لیسنینگ هستش بچه ها. لیسنینگ رو چون تازه درس یکمه و تازه این کتاب رو شروع کردن، برای لیسنینگش اول لیسنینگ رو یه بار پلی بکنید برای بچه ها و فقط گوش بدن. اوکی؟ و بعد اینکه گوش دادن از تصویری که توی لیسنینگ هست ازشون سوال بپرسید. مثلا بگید what's this, what color is it، سوال what's this, what color is it رو میتونید اینجا ازشون بپرسید، یا بگید what do you see، چه چیزایی میبینن توی تصویر و مثلا بگن. بعد لیسنینگش رو میتونید پلی کنید بعد اینکه پرسیدین. بعد دیگه مثلا میگید که خب اینجا هر چیزی که میگه رو اینجا باید تیک بزنم، درسته؟ گوش میدن و تیک میزنن. بعد دیگه اینجا که گوش بدن، شما ازشون پرسیده بودی واتس، وقتی گوش بدن دیگه به گوششون آشنا میخوره و میگید که بعد حالا نامبر به نامبر پاس کنید، بعد بگید که which one، کدومش بود، کدومش رو داشته، بعد تیک میزنم بچه ها. پس این لیسنینگ رو اول به این صورت انجام بدید تا از لیسنینگ نترسن که یا خدا این چیه، ما اصلا نمیفهمیم چی میگه. برای همین اولش رو کم آروم شروع کنیم. خب بچه ها پایینش ببینید قسمت اسپیکینگه که قسمت اسپیکینگ رو یادتون باشه به بچه ها گفتم که از بچه ها بگید که از همدیگه سوال بپرسن what's this. در واقع انگار این اسپیکینگ رو ما اونجا انجام دادیم، ولی اینجا اگر دیدید بچه ها تو مش اشکال دارن، ضعیفن، اینجا دوباره انجام بدید. بگید از همدیگه این سوال رو بپرسن، هیچ ایرادی نداره اگه یک کار رو 2-3 بار توی کلاس انجام بدید. دوباره از همدیگه بپرسن what's this نشون بدن و بقیه جواب بدن. یا میتونید یک شاگرد رو بیارید دونه دونه یه فلش کارت برداره، یک شی برداره بگه what's this و کل کلاس با هم جواب بدن، دونه دونه نباشه این از اون بپرسه این از این. مثلا میتونید تغییرش بدید، قبلا از هم میپرسیدن حالا بیارش نفر دونه دونه بیارشون دم کلاس پای بورد و از همه بپرسه. این تغییر رو میتونید توش بدید که تکراری نباشه و حتما بچه با چی جواب میدن؟ it's a. اوکی. این قسمت گرین سبزر که واسه رایتینگشون هست، اینجا قراره کلمات رو بشمرن و اونجا که یادتون گفتم اون جملات رو هر کسی یک کلمش رو بگه، اونجا در واقع بهشون کلمه به کلمه بودن رو بهشون یاد دادی که هر کسی یک کلمه بخونه بدون د
یک کلمه جداست، cat جداست، is جداست، like جداست. اینطوری اونجا این رو با هم تمرین کردیم به صورت بازی و مسابقه ای. حالا اینجا کارتون راحته، ما بگید how many words و پای برد یه جمله بنویسید، مثلا همین this is my pencil، مثلا this is my pencil how many words. 1 دور دیس خط بکش. 2 3 4 this is my pencil. دور هر کلمه جدا خط بکش. بعد میگی how many words. 1 2 3 4 words. اینجوری متوجه میشن کلمه به کلمه است. با اینکه شما کلمه به کلمه بودن رو اونور حتی اگه یکشون اشتباه کرد شما بهش فهمونده بودی که مثلا کت یک کلمه است، داگ یک کلمه جداست، کلمه رو بهشون گفتی. حالا اینجا یه نمونه پای برد می‌نویسی، دورشون سرکل می‌کشی به متوجه بشن و بعدش میگی خب بقیه رو کاونت کنید. Number 2 how many words. میشمارن 1 2 3. خب جمله هم بخونن. This is bag 3 words. اینطوری. پس اینجا رو به این صورت آموزش بدید، پای برد بنویسید و ازشون بخواید جمله رو بخونن و این سوال رو بپرسید how many و اون رو بشمرن و بعد جمله رو بخونن. اوکی. این هم از این صفحه و صفحه آخر درس اول فامیلی 1. امیدوارم که مفید باشه براتون تیچرها